برهمه امروز مهمان ما هستند آقای بشیر عزیزی، پروفسور، دیپلمات، سیاستمدار، یکی از کارمندانی که در حکومت مرکزی کابل و افغانستان تا سالهای 1990 کار میکردن و یکی از دیپلمات‌های موفق هم بودن و خانومشان خانم تورپیکه عزیزی. هر دویتان خوش آمده. امروز اینها شهروندان گالند هستند. هالند میگن، ما گالندیا میگیم و بیش از 30 سال است که در اروپا زندگانی میکنند. آقای بشیر عزیزی، شما در سالهای 90 در تاجیکستان بودید و سال 87 تا 90 بودید و در همون عرفه ای که تپش ها و تکان های اسلامی و نهضتی به میان آمد، شما رسپوبلیکا را، جمهوری را، تاجیکستان را ترک کردید و با یک سوال، آیا باور داشتید که تاجیکستان امروز همینگونه آباد میشه بعد اون ناآبادی هایی که نهضتی ها اینجا کرده بود؟ پیش از همه سلام و درود به مردم شریف همزبان و همدیار ما، همتبار که میراث مشترک داریم. ما امروز از لحاظ سیاسی ما هم جداستیم ولی ریشه های کهن با هم داریم که همه ما وارثان یک میراث فرهنگی هستیم. میراث فرهنگی فارسی است که کل ما با اون زبان ببینید که ما امروز به ترجمان ضرورت نداریم که با هم بشینیم رو ترجمان. سلام های بسیار صمیمانه خود در خدمت شما و از طریق شما و مردم نجیب خلق تاجیک و برادران ما، همدیاران ما و همتباران ما عرض می کنم. بسیار خوشبخت هستم که فرصت یافتیم که در مهمان روزنامه SSSR شدیم و از طریق شما یک دریچه باز شد که یک باب سخن با شهروندان شهرهای مختلف تاجیکستان و در مجموع مردم تاجیکستان داشته باشیم. پس سلام باید عرض بکنم که آنگونه که شما گفتید از سالهای 1988 که من اینجا باعث نخستین دیپلمات افغانستان وظیفه داشتم. آنگاه شامل اتحاد شوروی بود اونجا تاجیکستان و رابطه مستقیم دیپلماتیک ما از راه اون وقت مسکو بود. این نخستین دریچه رابطه مستقیم دیپلماتیک بود که باید، چون ما همسایه هستیم، از زبان هستیم، مخصوصا ولایات شمال افغانستان، بدخشان و تخار و کندوز و بلخ و تخار، اینا بغلان بتوانند که یک رابطه مستقیم داشته باشند و بتوانند که در اینجا بیان آموزش ببینند، چون کشور بسیار جنگ زده شده بود و یگانه امید در اینجا بود که ما باید اینجا بریم. خب در حالت ما 4 سال اینجا باعث 4 سال کار کردیم و رابطه بسیار خوب با اتحادیه نویسنده هم داشتیم، در باره کارهای دیپلماتیک داشتیم و همچنان مقاله‌ای دادیم برای روزنامه پیوند اون وقت درباره مولانا و همچنان معرفی هنرمندای ما مثل فرهاد دریا. ما یک برنامه داشتیم با آقای آلمپور که رویشان شاد باشد، مایدین آلمپور. در حالت یعنی ما هم در بخش دولت کارهای داشتیم، در بخش سیاسی و هم در بخش آموزشی که محصلین ما در اینجا بود. ما نمایندگی اونا رو میکنیم، رابطه‌شان با وزارت معارف و وزارت خارجه و در ضمنش کارهای فرهنگی داشتیم، چون ما میراث مشترک فرهنگی با هم داشتیم و میخواستیم که این گسترش بیافته، تقویت بیافته. متاسفانه که در سالهای آخری که ما اینجا بودیم آهسته آهسته اینجا وضعیت نارام شد و جنبش‌های ایجاد شد که اصلا تحریکات از بیرون بسیار زیاد میشد و ما همه نگران از این بودیم که شاید این یک بحران بسیار عمیق در تاجیکستان بیاره و در آسیای میانه. ولی خوشبختانه با همت شخصیت بزرگ فرزند صدیق مردم تاجیک جناب رحمانوف موفق شد مردم تاجیکستان که از این بحران بسیار بزرگ میتونست که
سالهای سال دوام بیافت. مثل افغانستان، مثل افغانستان. ببینید ما 45 سال است که امروز ما در یک بحران متداوم زندگی میکنیم. خون ریزی است. هیچ خانواده‌ای آقای نیست. بشیر، همون وقتی که شما از اینجا می رفتید، شما که این کانفلیکت، این نزاع، این ورطه افغانستان رو دیده بودید، براستی بگویید که آیا باور داشتید که تاجیکستان اینجا آرام مثل امروزه می شود یا نه؟ وقتی که از اینجا برید همون شب و روزه من به نظر باور خوب باور ما باید داشتیم که روز بالاخره مردم به هوش میان و میفهمند که نباید با هم نزاع و جنگ داشت. همه برادر هستیم، این شمال و جنوب و این و جنگ و کلا اینا مسئله ای نیست. ولی ما به این زودی باور نداشتیم که از این بحران اینا برآیند و یگانه شخصیتی که توانست از این بحران بسیار بزرگ و عمیق و توطئه‌های بسیار بزرگ مردم تاجیکستان نجات داد امام علی رحمان. و من فکر میکنم که هم مردم افغانستان و هم مردم تاجیکستان و مردمی که در این حوزه زندگی میکنن باید مدیون سپاسگزار این شخصیت باشد که با چگونه هنر تانست که صلح را در اینجا بیارن. یعنی شخصیت‌های زیادی در اینجا بودن، شاعرها و نویسنده‌های بزرگی بودن، ولی کاری که امام علی رحمان رفت کردن جناب عالی این یک کار بود که تمام سرزمین رو نجات دادن، صلح آوردن. بعد اگر صلح نباشه نه علم است، نه دانش است، نه هنر است، نه ادبیات است، نه صنعت است، نه موسیقی است، هیچ چیز نیست. و دانستن که با هنر دانستن که نیروهایی که داره افکار مختلف بودن اونشان در یک حوزه جمع کردن و اشتراک دادن در دولت و بالاخره تانستن که از او بحران بسیار بزرگی که دامنگیر تاجیکستان شد، بحرانی که سر این ملت خوارج آورده بود، بله و هنوز هم رشک از این میبرن که چطور تانستن این تاجیکا با یک سروری که داشتن موفق شدن که این چند سال است که نیروهای گوناگونه که در منطقه هستند مخصوصا بنیادگراها تلاش میکنن که اینجا یک بحران به وجود بیارن، موفق نمیشن. اما یک شخصیت آگاه، یک شخصیت مردمی باشه که در قلب مردم جا داشته باشد که بفهمد که همین میراث ما چی است. و ببخشید امین، شما همچون نفری که از خارج نظر دارید، از اروپا، امین سبب اصولی و اصلی اونی که ملت تاجیک با هم آمد در کیست یا چیست؟ این که توانستن که اینها با هم با هم شوند. از این من فکر کنم یک مقدار آن تجربه افغانستان هم هست و چشم سر دیدن که در افغانستان این بحران ادامه دارد و یکی و دیگه که در افغانستان ملیت‌های مختلف زندگی میکنند. مثلا که هیچ ملیت در افغانستان اکثریت نیست. افغانستان یه مجموعی از اقلیت هاست، تاجیک، پشتون، ازبک، ترکمن، هزاره، اینا کلشان اقلیت. هیچ کس از اینها، هیچ گروه از اینها بیشتر از 50% نیست. اما در تاجیکستان عمدتاً تاجیک ها هستند. خب گروه های کوچک مثلا ازبک ها اینا زندگی میکنن، ولی فرهنگ مسلط، زبان مسلط، کلتور مسلط تاجیکی. منتها منطقه ها فرق میکرد و دشمن کوشش میکرد که این منطقه ها را با هم بیاندازد. مگر هنر رهبرای شمایی بود که توانستن مردم را قناعت بسازن که با هم یک جا شد. من در یک از نشست ها اینجا بودم در اون وقتایی که شورش ها بود، اونجا یک خانم شاعر است به نام گل رخسار و مردم گفت که داده را جمالات شده میره، گفت بیونم ما خلق کم، چرا شما با هم جنگ میکنید؟ در گذشته با ما جنگ کرده، ما جنگ نخواستیم، آمدیم با کوها جا گرفتیم، حالا جای ما در پامیر این جای بلند شده، باز دیگه کجا رویم؟ نکنید، التماس جنگ نکنید. خب چون سخن سر خانم ها آمد، در اینجا خانم ترپیکای هستند که در اون سالهای بودگیشون مهلک هم شما در همین جا بوده و با چشم سر میدیدید. شما بگوید که انمون پروسس یا انمون روندی که زنها با آهستگی و تعصب
با فناتیزم داده میشدن. اینو شما با چشم سر میدیدید و من میدونم که هشدارم میدادید که از این راه برگردن. شما چی بزنید داره در این نسبت؟ پیش از اینکه با سوال شما آقای سیاه صحبتان بخصوص برای زنای تاجیکستان و مردم تاجیک ما درود و صفا میخوایم بگویم. ما چندین بار از به تاجیکستان میاییم. همیشه وطن اصلی ما در تاجیکستان است. من امکانات ازیر دارم در هر کجای اروپا برم برای استراحت، اما بهترین جای برای من تاجیکستان است. بخاطر از اینکه تشکر برای اینکه فرهنگ خود دمیج میافم. من از لحاظ زبان هیچ مشکل ندارم. من میتونم با هر زن، با هر کودک، با هر مرد تاجیک و بسیار آرامی صحبت کنیم، هم صحبت شیم و یک دیگه خود بیافیم. در سالایی که ما اینجا بودیم، سالای اول زندگی که ما میکردیم آرامش بود. هیچ کدام نارامی را ما در قلب خود احساس نمیکردیم. یک روز وقتی ما از خانه برآمدم با کودکای در میدان لیل نزدیک گسنیس دوشنبه و فکرم که آل اون میدان من نمیبینم. تعبیرهای بسیار بزرگ ایجاد شده که از میدان اسماعیل سامانی شده است. در اونجا من میرفتم زیلون بازار که مردم جمع شده بودن. من نزدیک رفتم گفتم چیه پس؟ ما انقلاب میخواهیم. من گفتم شما چی انقلاب میخواهید؟ شما آزادی دارین، آرامی دارین، ارزانی دارین و به خصوص وطن دارین. شما در زمان که ما اینجا بودیم شورش‌ها در افغانستان بود، از اینجا اونجا صدای بم، راکت و همه چیزا شنیده میشد. من برشان زاری میکردم که شما این کار رو نکنین، شما در مقابل دولت استاد نشید، شما در پهلوی دولت استاد شوید. این یگانه راه پیروزی یک کشور است. یا فریاد میزدن به نام اسلامگرایی. من در پهلوی هر زن در یک جمعیت 10 نفری میشیشتم. شما باور کنید که من گریه میکردم که او زنکار شما این را انتخاب نکنید. وقتی که شما هر دین و مذهبی که در دنیا اومده علیه زن بوده. اولین شکنجه، اولین سیلی، اولین مشت که ما میخوره یک ملت در فرق یک زن میخوره. چی از لحاظ سیاسی، چی از اسلام سیاسی است یا دیگه مذاهبی که در دنیا وجود داره. شما میتونید که استاد شوین، صدا بلند کنین به خاطر آزادی دارین. شما آزادی دارین، شما آرامی دارین، شما یک منان دارین. شما زنایی هستین که گدایی نمی کنین. شما نان دارین، شما کودک دارین، شما خانواده دارین، وطن دارید. و شورش‌ها که در افغانستان بود، من با شوهرم بشیر در فکر ازمی بودیم که نشود که اینجا امی سر صداها موج بگیرد، امی دولت فیلی را سرچپه بسازد. ما کجا رویم؟ وطن اصلی ما که ما زاده افغانستان هستیم، از اینجا برآمدیم، اینجا آمدیم پناه یافتیم. از اینجا ما کجا بریم؟ ما کلتوری که در خود میبینیم، زبانی که ما داریم، ما در هیچ جای پیدا کردن نمیتونیم غیر از تاجیکستان. برای زنها میگفتم که شما میال که در مشروط که بالا میشین، یک مرد این خیل میزنید و میگه اون طرف پیشی که من در پالید پیشینم. اگر اسلامگرایی بیاید شما این کار نمیتونید. شما همه در خانه ها محکم میشوید. مثل که امروز زنای افغانستان در افغانستان در زندان هستند. یعنی شما با آنها از تجربه تلخی خش قصه ها میکردید، هشدار میدادن که احتیاط کنید. احتیاط کنید، شما در پهلوی از یا استاد نشوید. خانم تورپیکه ببینید، اینا شما آمده دوز تینجی آرامو شید، صد شکر خدا و ما اطراف مثلا رهبر دولت و هیچ شدیم، یک شدیم، اون خطرات رو از سر دورتر کردیم. اما ببینید حالا هم اصولاً بانوان تاجیک زیاد میخواهند که همین زیر همون عقایدی مثلا اسلامگرایی و
پن عربیزم موندند. اونا فکر میکنن که هر چیزی که اعراب بپوشد همین است لباس دیگر. این قدری که مثلا ما فرهنگی 5-6 هزار ساله پوشاکه و لباسوار داریم، فرهنگ معاشرت داریم، فرهنگ دیدار داریم، فرهنگ عائله‌داری داریم، فرهنگ عزت و حرمت داریم. اینا رو همه را انکار میکنن و متاسفانه پیشگامی همین باز بانوانن. شما چند سال پیش آمدم و تاجیکستان را کشور پر از 100 تا با قپوشت نبوده. بله. من پارسال در ماه اپریل اینجا آمدم. من زنان تاجیک دیگر رقم گفتم. زنان تاجیک به حساب 30 سال پیش که من دیده بودم او زنان بودم. با هر زنی که میشتم یا میدنم همین فرم عربی، لباس عربی چادر. من برای هر دخترک تاجیک، برای هر زنک تاجیک گفتم که شما یک لباس تاجیکی بسیار قشنگ دارید. شما چرا این فرم عربی را شما انتخاب کردید؟ این شما را کجا میبرد؟ شما را به طرف جهل میبرد، شما را از فکر کردن میماند. هر انسان باید خودش فکر کند که کدام راه را انتخاب کند. فکرها از طرف دیگه ها برای شما داده میشه. شما اجازه فکر کردن ندارید. شما یک فرهنگ بلند دارید. شما چرا در عقب از این جایلان میدید؟ سرنوشت زنای افغانستان با شنیدن و همین جایلان به اینجا رسید که یک زن که خوش دارد که آراسته باشد، خوش دارد مکتب رود، خوش دارد دانش بیاموزد، همش در مابین خانه مانده و سخت پشیمانند دیگر که دیر شده است. دیگر دیر شده است. فرصت ها دست رفته است. آل همین بنیادگرایی در افغانستان آنقدر تاثیرگذار شده که زنها خود به او تسلیم کردن راه نجات ندارن. آنچه که امو دولت بنیادگرایی اسلامی میگه به ما گوش میکنن و راه گریز ندارن، دیگر علاج ندارن. شما چی مراجعه دارید به بانوان تاجیک امروز از نقطه نظر نفری که تمامی دهشت‌های پیروز را در افغانستان، در تاجیکستان سالهای 80-90 گذرانده است و امروز در اروپا زندگانی میکنند؟ مثلا شما به یک بانوی تاجیک مثلا چی گفتنی دارید امروز؟ پیام من که اصلا از اون طرف دریا هستم، یک زن تاجیک هستم، برای زنای تاجیکستانی است که شما از زمین امکاناتی که دولت امروزی برای شما داده، از زمین آزادی که امروز برای شما دولت داده، شما از زمین باید استفاده از زمین کنید و همین خطرها که متوجه زنها هست. ما زنها در هر کشور در کل جهان نصف نفوس جهان تشکیل میده. اگر زنان تاجیکستان در پهلوی دولت فعلی، در پهلوی جناب عالی ایستاده شوند و صدا بلند کنند که ما آزادی میخواهیم، ما آزادی خدا در پهلوی رحمان میتونیم داشته باشیم، این صدا رو هیچ کس خاموش ساخته نمیتونه. هم صدا شویم، صدا بلند کنیم بر ضد بنیادگرایی، بر ضد تسلیم شدن، بر ضد همین توطئه بزرگی که در تاجیکستان برای انداخته شده. اگر زنها در پهلوی از اینا باشن، زنها کی هستن؟ زنها مادر هستن، زنها خواهر هستن، زنها دختر هستن، بانوان کدمانهای خانواده هستن، خانم ها هستن. اگر اینا در صدا بلند کنن، ما که خودم در خانواده زندگی میکنم، وقتی من صدا بلند میکنم، پسر ما در پهلوی ماست، مردم با ما است، شوهر ما در پهلوی ماست، پدر ما در پهلوی ماست. از طریق زنان میتونم که یک کمیت، یک گروپ بسیار کلان درست شود و دستگیری شود دولت فعلی افغانستان. نشه که خدای ناخواسته آقای سیاف، شما باور کنید که هر باری که من میشنوم که یک خطر کوچک چی است؟ امی رفتن به حج،
که زنها به حج میرن و پس میان و این فرمای عربی را میپوشن. باور کنید من گریه میکنم. من بر حال دخترکا و زنای تاجیکستان گریه میکنم که یک بار چشم مپت کنم و بیدار شم که تاجیکستان دیگر تاجیکستان امروز نیست. اگر دولت رحمانوف، اگر اینمی آزادی که حال بر مردم افغانستان، مردم تاجیکستان به وحشی داده شد، اگر امی آدم باشد و فکرم که دیگر تاجیکستان سرچپه می شود. این نباید دستگیری کنه بر زنان تاجیکستان، بر دختران تاجیکستان، بر مردان تاجیکستان. پیام معمی است که شما هم صدا شوید، در گرد رحمانوف جمع شوید، اینا رو یاردم کنید. خیلی کمودی ها در تمام دنیا است. من در هلند زندگی میکنم، من در هلند زندگی میکنم. اون جاده نیست که همه چیز 100% باشد. ما چون از چندین دوره های تاریخی زندگی را تجربه داریم، ما میبینیم که چقدر نواقص کشور وجود داره از بالا تا پایین. من در یک کودکستان کار میکنم، در هلند. من در دوشنبه در اینترنت کار کردم. من در افغانستانم در سعدی کار کردم، در باغچه و در پرتای کمونیستی افغانستان کار کردم. من از 16 سالگی خواستم که صدای زن را بلند کنم به نام آزادی، به نام انسانیت، به نام برابری. سلامت باشد. یعنی که من کم مانده که تشریح میدم برای بینندگان خود که خانم تورپیکای بر نظر است که اون آزادی های کلیدی که در تاجیکستان هست و حکومت تاجیکستان به مردم میدهد و به زنها به ویژه، یعنی که آزادی تعلیم، دانش اندوزی، آزادی تعلیم، آزادی انفرادی در طرز پوشش لباسیانه و جای کار با جای کار تامین میکنه. این سه آزادی های کلیدی هست که برای یک بانو خیلی لازمند. مثلا اون بنیادگرایی که می آیند، مثلا بویژه در افغانستان ببینید که همین سه آزادی رو از زنها گرفتن و این زنهای ما بردان اونها نفتن. یعنی که مسلمان باشن ولی تاجیک باشن، بعد مسلمان باشن. خب آقای بشیر، بگردیم سری اونی که شما تاجیکستان رو آمدید و دیدید، مقام تاجیکستان چگونه است امروز در جمعیت و قبلا که ما صحبت داشتیم شما بگفتید که مردم خود گلندی هم درباره دولت تاجیکستان و سرور دولت تاجیکستان نظرهای خود را دارند. ما در دانشگاه‌های حالا وقتی بحثا میشود درباره دولت‌های سکولار در کشورهای اسلامی بحث میشود. بعد میگن که کجا موفق است. از دو نمونه مخصوصا یاد میکنه. یک نمونه ترکیه هستن و یک نمونه کشورهای آسیای میانه هستن. یکی از میراثی که از اون دورانهای گذشته به یادگار مانده پیش از در دورانهای تاریخی آمده است که این جدایی وظیفه دین از دولت است. شما یکی از موفقیت هایی که در کشور شما ما میبینیم و مردم دانشمندا در بیرون از یاد میکنن، همین تأکید روی جدایی وظیفه دین و دولت است و دولت دنیوی در قانون اساسی شما تصدیق شده است و این شرط مهم پیشرفت در کشورهای اسلامی است. در غیر از او اگر شما مثل افغانستان و یا ایران در کشورهای اسلامی در کشورهای مسلمان نشین خب اگر کشورهای مسلمان نشین است که اگر با اونا دولت که اسلامی به این معناست که اسلام یگانه دین است که تمام دین مهم است ولی تعیین میکنه چی باید بکنه، قانون شریعت این جدا است. ولی این دولت هایی که مثلا دنیویز به این معنا نیست که اونها دین مردم را نادیده میگیرن. نه، این دولت ها به دین مردم احترام دارن،
پشتیبانی میکنن، حمایت میکنن، اما وظیفه و ببینید که دولت در سیمای سرور دولت ما حتی حج عمره کردن. بله این حق مردم است. بله. این حق فردی مردم است که کدام دین را داشته باشد. حالا شما ببینید در هندوستان وظیفه دین از دولت جدا است. در هندوستان تقریبا بیش از 200 میلیون، نزدیک به 200 میلیون مسلمان زندگی میکنند. اگر اونا بگوین که نه ما دولت هندویی جور میکنیم، یعنی دین هندویی را بالای همه میقبولیم، پس اونجا آزادی مسلمانان 200 میلیون چی میشود؟ این کار را باید ما نکنیم به خاطر حق مسلمانایی که در هندوستان است باید ما این کار را نکنیم. اگر ما در افغانستان ببینید امروز همه هندوها را از افغانستان کشیدن، امروز دیگه جای ندارن. افغانستان از 2000 سال به این طرف هندوها در اونجا زندگی میکردن، اونا حق داشتن که اونجا دین خود اجرا بکنن، اما با اون اجازه داشت که دولت اسلامی همه کس که در اینجا زندگی میکنن باید مطابق با آیین اسلامی زندگی بکنن. پس اون برادران هندو چی میکنن؟ اگر شما میخواین که هندوستان هم بگوید که نه در اینجا باید همه کس که با آیین هندویسم زندگی بکنن، نمیشه بگه ما حق گرفتیم. خب برمیگردیم سر اونی که سوالی ما گذاشتیم، نظر اروپاییان، نظر اروپایی هستن که و خط مشی حکومت مرکزی امروزه دولتی بود. اونا میگوین که تاجیکستان یک از نمونه‌های موفق است که در تاجیکستان دولت دنیوی است و رهبر شما در این جهت کارم میکنن. اینطور نیست که نامش فقط اسمش باید باشه. مثلا اونا کوشش میکنن که میراث فرهنگی و میراث ملی کشور خود را حمایت بکنن. مثلا آنچه که میراث فرهنگی تاجیکستان است، به طور مثال زبان است، به طور مثال نام ها است در اینجا، به طور مثال سنت هایی که از گذشته مانده است، این مصرف بیجایی که در می شود از میراث عنعنای غلط مانده است، ببینید محدود کرده شده به اینجا. چون سال پول مردم این عروسی ها و اینا میشد، ببینید که چیز کرده. بنان امید در خارج مخصوصا دانشمنده است که همین نمونه تقویت شود و اینکه اهمیت دولت دنیوی در معارف شما زیاد بچ کسایی که آموزش میبینن در مکاتب و دانشگاه همین درس داده شود، نه اینکه فقط دولت دنیوی باشد. اهمیت داره که این دولت هایی که ببینید در اروپا دولت از دین جدا شد، امروز اونا پیشرفت کردن. این با این معنا نیست که مثلا در اونجا دین وجود نداره. با مجرد که دین از دولت جدا شد، اهمیت کلیساها بیشتر شد. کلیساها دیگر با سیاست آلوده نیستند، اما تقدس شد، حفظ شد. در اینجا ببینید مسجدها آباد میشن، مسجدها وجود دارن، علمای دینی کار خود را میکنن، اما اونا نباید در کار دولت مداخله بکنن. این یه حق شهروندی باشد. مردم فرق نمیکنن در اینجا ازبک است، هندوس، تاجیک است و یا روس است که در اینجا زندگی میکنن، اونا باید به اساس حقوق شهروندیشان باید در اینجا. این مسئله یک از نکات بسیار مهم است. و مسئله دیگه است که امروز تاجیکستان خانه امید فارسی زبان است. این مسئله بسیار مهم. من نمونه مهمشون میگم مسئله نوروز. یک از میراث بسیار کهن ما است، یکی از میراث بزرگ همین سرزمین است، همین حوزه است. حتی ببینید در ترکیه، در کردستان، در ایران، در شمال هندوستان نوروز از زمانهای بسیار یکی از تکیه‌گاه تمدنی است. این نوروز یک چیزی یک پدیده است که مسئله رویش است، مسئله آفرینش است، مسئله نوگری است. تنها به این یک قوم یا مردم معین تعلق ندارد. یک میراثی بود از گذشته برای که کشت برای اولین بار مردم کشت را آموختن و از حاصل کشت تانستن که ضروریات اولی خود را برای فرحت کردن، خوشی کردن که ببینید ما تجلیل کنیم که ما خودمون از زمین کشت کردیم، چیز حاصلش را برداشتیم. یعنی شما گفتید که همین عنعنه‌ها و میراث‌ها را دولت امروزه تاجیکان احیا کرده و یگانه جایی که بیشترین حرمت به اون گذاشته و او را نگاه کرده اینجاست. ببینید سرنوشت در افغانستان چیست؟ نوروز صلیب کردن، محکوم کردن، حتی
از تاریخ افغانستان طالبان نوروز حذف کردن. یک چیزی که میراث، پس اونا هیچ از این سرزمین نیستن، برای اینکه میراث آبایی خود را اونا حرمت نمی‌کردن. در تاجیکستان ما خبر شدیم که نه تنها یک روز بلکه نمیدونم که 10 روز 7 روز رخصتی هستند. در اینا ممکن یک روز و اونجا همه جایی که خاصگاه این نوروز بودن در همه جا نوروز مسلوب شد، نوروز محدود شد. نوروز درمان نوروز، جشن صده، جشن تیرگان، مهرگان، تمامی اون انعنه و عرف و عادت و ایده‌ای آریایی که بود در ما احیا شده ایستادن و مردم به این برگشته ایستادن. من اون یک نمونه شدم مثلا برای من خواستم شما در آخر تأثیرات خود را کوتاه راجع به سفر اخیری که داشتید و هولبوک نازنین، یکی از شهرهای قدیمه مادر شهرهای آسیای مرکزی و پایتختی ختلان باستانی و شهر کران که مادر شهرهای آسیای مرکزی است، یکی در ناحیه واسع که شما بودید و دیگری در دروازه نازنین. بله. بخواستم نظر خود را در این باره بگفتید. خیلی مختصر، چون خیلی مختصر. من اصلا سفر ما سفر تفریحی است. انتظاری داشتید که همین گونه بازیافتا هست در اساسا نه، ما اصلا اطلاع هم نداشتیم. هر بار که من یه سفر میکنم ولو تفریحی هم باشد سعی میکنیم که با میراث کهن خود آشنا شویم. اولین سفر من به رودکی می باشد، اون را بعد زیارت میکنم، بعد از اون میایم به اکادمی علوم و جای دیگه. این بار رفتیم ما از برکت شما که با ما همکاری کردید، رفتیم هولبوک دیدیم، یک میراث بسیار غنی که سمبل مبارزه به خاطر نگاه کردن تمدن ما بود. اون اسد بن عبدالله بله، اونها را این مردم همین سرزمین همین در کلا شکست دادن و اون وقتی که شکست بود در طرف بلخ رفت، اون شعری که از ختلان آمده، اون خارو از خطران آمدیه، برو تباه آمدیه، آوار زار آمدیه، زار آمدیه. ببینید پس نشان میده که در یگانه جایی که تانستن از زمین میراث و سرزمینشان دفاع بکنن، دیگه همه جا را گرفته بودن، ایران را گرفته بودن، افغانستان امروز گرفته بودن، اینجا شکست بودن. نخستین شکست اینجا بود در خطران. ما رفتیم اونجا دیدیم، تمدن دیدیم و واقعا چشمای ما روشن شد. و اما این باید معرفی شود. این معرفی نشده است. اگر همین گونه موزیم، همین گونه آثار در هالند باشد، اطرافش اونجا جا میسازن و 100 یورو از مردم میگیرن تا اینکه داخل شد، برای اینکه چنین میراث بزرگ، چنین دستاوردهای کنه در اون وقت داشتن، سیستم کانالیزاسیون اینها امروز در گرمدهی، آب گرم، آب لوله، فرش‌های که در اونجا رصدخانه ها و اینها بودن، عالمخانه ها بودن و اون چهره شاه اون وقت که در این منطقه در اون زمان بعد از آمدن اعراب اجازه نبود که صورت اماده اینجا صورت شاه، بله، شاهباد شاه ختلان. اون برای من بسیار جالب بود که از اون زمان صورت بود در حالی که ممنوع بود از طرف اعراب. بعد از در کران این ببینید که یکی از مراکز بسیار پر افتخار است که میراث اون زرتشتی، ببینید که از اون ادیان دیگر سرچشمه گرفتن، مسیحیت و اینا ببینید که نمودار از اونها سرچشمه گرفتن و ببینید که اون رصدخانه‌ای در وقت ستاره شناسی رو مطالعه می‌کردن. در کران گفتم نه، در کران اونجا ببینید که محل برای مجلس داشتن، وقت شورا داشتن، مثل دموکراسی حال باشد سخن میگفتن. 4000 سال پیش از میلاد. بله 4000 سال. با 6000 راست میگه. به نظر من تمام مبدا و بحث زندگی از اونجا آغاز شده و به طرف کشورهای اروپایی رفتن. امیال سالنامه‌ای که ما شما داریم، این سالنامه از روی ستاره به ستاره ها نگاه کردن و بعد از اون سالنامه درست کردن. بله درست. همین میراث فرهنگی از این طرف دنیا به آن طرف دنیا رفتن و ما خود ارزش اصلی را نمیفهمیم، اما مردم اروپا به این ارزش
فهمیدن و می ارزش ارج میگذارن. همیال مدنون اعظمی هستن که سالنامه که در دنیا هست از اینمی مناطق رفتن. بله، از دانش ریاضی و نجوم اینجا در اونجا استفاده برده، از سینا و اینا، از خیامل ما خود ما کمتر میشناسیم. اونی که مثلا میگن که اساسگذار تمامی ادیان ها فرهنگ آریایی بود، در همونجا شما هم دیدید که در اونجا ستاره داوود، زایزده دوید، همونی که امروز سیمبال یهودی هاست، در اونجا بودن ما دیدیم. و قدیمتر از اون ستاره هایی هست که بعدا در دوران داوود پیدا شده است. یعنی که همین فرهنگی گهواره فرهنگی تمامی بشریت و دینهای خدا از همین تاجیکستان امروزه از کران نازنین شروع شده توسط هولبوک و کلاب و کابل و سمرقند و بخارا و خوارزم و بلخ آمده و دیگرها از ما میراث مونده است. بار دیگر خوش آمده با یوتیوب کانال تلویزیونی SSSR TV. ما همیشه در خدمت شما هستیم. تمامی تاجیکان عالم میتوانند توسط یوتیوب کانال ما پیام خود را به هم دیگر برسانند، چون تاجیکستان خانه امیدی تمامی تاجیکان عالم هست. یوتیوب کانال ما به مسئله این بلندگویک یا خود میکروفونی تمامی تاجیکانی دنیاست که نوابسته در کجا زندگانی میکنند. ما همه شما را انشاءالله سر یک صحبت حتما گرد میاره. بار دیگر خوش آمده. افتخار به شما. زنده باشین، سالها باشین. تاجیکستان زنده باشد. ما زنده هستیم. تاجیک باشید. بله، سلامت باشید. خدا حافظ.